السلام علیکم بینندگان عزیز. درس نوبتیمان را از فن فیزیک آغاز می نماییم. موضوع درس امروزه ما حل مسئله ها می باشد. بینندگان عزیز، در درس گذشته ما درباره کاندنساتور، پیوست کاندنساتورها معلومات داده بودیم و برای به خاطر آوردن یک بار دیگر فرمولای اساسی کاندنساتور را می نویسیم. پیوست پی در پی کاندنساتورها و پاراللی کاندنساتورها را می نویسیم. یکم گنجایش کاندنساتور هموار سه با فرمولای سه برابری اپسیلون 0 اس تقسیم دی ifade کرده می شود که در اینجا سه گنجایشی کاندنساتور هموار، اپسیلون 0 نفوذپذیری دی الکتریکی دائمی الکتری قیمتش به 885 ضرب 10 درجهش مینوس 12 فراد تقسیم متر اس مساحت یکی از رویه های کاندنساتور دی مسافه بین همون رویه های کاندنساتور می باشد. دوم ما گفتیم که کاندنساتورها رو با دو شکل پیوست میکنن، دو نمود. من یکم کاندنساتور فرض کردیم 3-1 با کاندنساتور دوم اگر 3-2 پای در پای پیوست شود، آنگاه گنجایش عمومی همین کاندنساتور 1 تقسیم 3 برابری 1 تقسیم 3-1 جمع 1 تقسیم 3-2 می شود. یا اینکه 3 برابر 3-1 3-2 تقسیم 3-1 جمع 3-2. اگر فرض کردیم که کاندنساتورها پارالل پیوست شده باشند، آنگاه گنجایش نتیجوی با فرمولای 3 برابری 3-1 جمع 3-2 برابر می شده است. یعنی ما اگر کاندنساتورها را پارالل پیوست نماییم، آنگاه گنجایش زیادترین را حاصل کرده می توانیم. و در درس گذشته گفته بودیم که انرژی کاندنساتوری ذره‌ناک W برابر A برابر 3O کوادرات تقسیم 2 است. اکنون مسئله های زیرین رو دیده میبریم. مسئله رقم 1. با کاندنساتور گنجایشش 10 میکروفاراد ضرر بزرگیش 4 میکروکولون را بخشیدند. انرژی کاندنساتوری ذره‌ناک را یابید. شرط کوتاهی مسئله رو می نویسیم. داده شده است. یعنی گنجایشش 3 برابر 10 میکروفاراده. این برابری از بس که 1 میکروفاراده به 10 درجهش مینوس 6 فاراده برابر است، بنابراین 10 میکروفاراده این برابری 10 ضرب 10 درجهش مینوس 6 فاراده. کو برابری 4 میکروکولون. این برابری 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 کولون. یافته شود انرژی. ما در درس گذشته درباره انرژی کاندنساتور ذره‌ناک معلومات داده بودیم. اکنون اینجا اون رو می نویسیم. W برابر 3O کوادرات تقسیم 2. در فرمولای ما او نیست. بنابراین ما او را با واسطه قوه 3 ifade می نماییم. یعنی ما می دونیم که 3 برابر قو تقسیم او است. از اینجا او را یابیم اگر او برابر قو تقسیم 3. همین من اینا با 2 اشاره میکنیم، اینا با 1 2 رو به 1 آورده میگذاریم. یعنی W
برابری 3 تقسیم 2 ضرب قو کوادرات تقسیم 3 کوادرات. این برابری من این 3 با 3 کوادرات اختصار می شود. می شود قو کوادرات تقسیم 2 3. قیمت قو داده شده است در شرط مسئله ما، قیمت 3 آورده شده است. بنابراین و قیمت های عددشون رو گذاشته میابیم W برابری با جای قو میگذاریم 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 کلان در کوادرات تقسیم 2 ضرب 3 مون 10 ضرب 10 درجهش مینوس 6 فراده. این برابری 8 ضرب 10 درجهش مینوس 7 جول. مسئله رقم 2. هنگام پیوستی پاراللی کندنساتورهای گنجایششان 0 از 10 2 میکروفراده 0 از 125 میکروفراده و 1 میکروفراده چقدر گنجایش زیادترین رو حاصل کرده میتوانیم. شرط کوتاه مسئله رو می نویسیم. داده شده است C1 برابر 0 از 10 2 میکروفراده. C2 برابر 0 از 125 میکروفراده. C3 برابر 1 میکروفراده. C عمومی یافته شود. اگر همین گنجایش ها پارالل پیوست شده باشند، اونگاه ما از فرمولای پیوستی معین کردن گنجایش در هنگام پیوستی پارالل کندنساتور رو استفاده میبریم. C برابر C1 جمع C2 جمع C3. C برابر C1 0 از 10 2 میکروفراده جمع 0 از 125 میکروفراده جمع 1 میکروفراده. این برابری 0 از 10 2 0 از 125 0 از 145 1 از 145 میکروفراده. یعنی کندنساتورهایی که گنجایششان داده شدند هنگام پیوستی پاراللی ما پارالل پیوست کرده گنجایش از 1 از 145 میکروفاراد برابر رو حاصل میکنیم که این ماکسیمالی است. مسئله رقم 3. مقدار ضریعی ناقل گنجایشش 2 نانوفراده را که پتانسیلش 3 کیلوولت است معین کنید. داده شده است گنجایشش 3 برابر 2 نانوفراده. 2 نانوفراده این برابر 2 ضرب 1 نانوفراده به 10 درجهش مینوس 9 فراده برابر است. بنابراین 2 نانوفراده 2 ضرب 10 درجهش مینوس 9 فراده. پتانسیل 3 کیلوولت فی برابری 3 کیلوولت این برابری 3 ضرب 10 درجهش 3 ولت. بزرگی ضریعت یافته شود. ما برای حل کردن این مسئله از فرمول گنجایش الکتری ناقل طاقه یا ناقل تنها استفاده میبریم. 3 برابر قو تقسیم فی. از اینجا قو رو میابیم. قو برابر 3 ضرب فی. 3 ضرب فی برابر 2 ضرب 10 درجهش مینوس 9 فراده
ضربی 3 ضربی 10 درجه 3 ولت. این برابری 2 کرات 3 6 ضربی این 10 درجهش مینوس 9 این 10 درجهش 3. اساسای خیلی درجه ها جمعش هم مینوس 9 جمع 3 میشد 10 درجهش مینوس 6 کلون. این برابری 6 میکرو کلون. مسئله رقم 4. پتانسیل میدانی الکتریکی ذریعه بزرگیش 20 نانوکولون و انرژی پتانسیلیش 4 میکروجول رو یابید. داده شده است ذریعه بزرگیش 20 نانوکولون. ذریعه با حرف قو اشاره کرده می شود. قو برابر 20 نانوکولون. این برابر 20 ضرب 10 درجهش مینوس 9 کولون. انرژی پتانسیلیش W P این برابر 4 میکروجول برابر 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 جول. پتانسیل یافته شود. از فرمول پتانسیل میدان الکتروستاتیکی استفاده میبریم. یعنی فی برابر WP تقسیم قو. یعنی نسبت انرژی پتانسیلی ذریعه را بر بزرگی خودی همین ذریعه پتانسیل میدان الکتروستاتیکی یا این الکتری مینامند. بعد گزارش قیمت های عددی حاصل میکنیم. فی برابر WP 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 جول تقسیم 20 ضرب 10 درجهش مینوس 9 کلون. این برابری 200 ولت. مسئله رقم 5. با کندنساتور گنجایشش 10 میکروفاراد 4 میکروکولون ذره دادن. انرژی کندنساتور ذره نوک را یابید. شرط کوتاه مسئله را می نویسیم. داده شده است گنجایشش 10 میکروفاراد یعنی 3 برابر 10 میکروفاراد. این برابر 10 ضرب 10 درجهش مینوس 6 فراد. قو برابر 4 میکرو کولون برابر 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 کولون. انرژی پتانسیلی یافته شود. انرژی کندنساتور. از فرمول انرژی کندنساتور ذره نوک استفاده میبریم. W برابر 3 او کوادرات تقسیم 2. یعنی در اینجا ما 3 او داریم. در شرط مسئله ما 3 قد داده شده است. یعنی بزرگی ذریعه یعنی بزرگی شدت داده نشده است. بنابراین از فرمولای او برابر قد تقسیم 3 استفاده میبریم. آورده گذاریم اونگاه حاصل میکنیم. W برابر 3 تقسیم 2 ضرب قو کوادرات تقسیم 2 3. این برابر 3 با 3 کوادرات قو کوادرات تقسیم 3 کوادرات. 3 با 3 کوادرات اصلاح می شود میماند قو کوادرات تقسیم 2 3.
بعد گزارش قیمت های عددی حاصل میکنیم W برابری خط کسر قو 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 4 ضرب 10 درجهش مینوس 6 کلان در کوادرات تقسیم 10 ضرب 10 درجهش مینوس 6 فراده. این برابری 8 2 ضرب اینجا بجای دو ضرب قیمت 3 10 ضرب 10 درجهش مینوس 6 فراده. این برابر 8 ضرب 10 درجهش مینوس 7 جول یا برابر 0.8 میکرو جول. با همین درس امروزی ما با آخر رسید. خوش باشید تا درس‌های آینده.